با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمامی عزیزان. مرحله بعدی آماده سازی گلخونه جهت کاشت مرحله حیم‌ریزیه، همون کود حیوانی، کود گاوی استفاده میشه که چاره هایی که در مرحله قبل آماده کرده بودیم این کودا رو داخل اونها میریزیم و مجدد روی کودا با خاک پوشونده میشه. همینجا نگه دار. خب همچنان که مشاهده میکنید دوستان عزیز، کودها داخل چارا ریخته میشه، پهن و مجدد با خاک پوشونده میشه.